قبل اینکه بریم برای داستان، حتما اگه آینه داری داخل اتاقت برش گردون، اگر چیپس، پفک، هر چیزی که داری بیار و میخوایم 3 تا از ترسناک‌ترین داستانا رو براتون بگم. حتما تا آخرش بمونین چون آخرین داستان واقعا ترسناکه. بچه یکی از داستانا ادامه داستان کلیپ قبلی، پارت قبلی پیرمرد داخل بیابون فکر کنم، اون هم باز برامون فرستادن. خیلی ترسناکه. امیدوارم که خوشتون بیاد. سلام بچه، چطورین؟ امیدوارم که عالی باشین. من امیرم، اینجا چنل منه. اگه تازه دارین این ویدیو رو میبینین، مخاطب جدید هستین، حتما سابسکرایب کنین، لایک کنین و زنگوله یادتون نره تا از کلیپ‌های بعدی ما عقب نمونین. بریم برای ویدیو. بارون کم کم شدیدتر شد. عمو جواد همونطور که دستش روی فرمان بود نگاهش به جاده بود. سکوت سنگینی بینمون بود. من گفتم پس الان واقعا کجا میریم؟ عمو جواد گفت یه جای امن، فقط همینه که لازمه بدونی. بدون اینکه جوابشو بدم نگاهش کردم. مه اونقدر غلیظ بود که هیچ چیزی رو نمیدیدم. انگار هر لحظه ممکن بود یه چیزی از داخل مه بزنه بیرون. چند دقیقه همینطور رفتیم تا رسیدیم به یه دوراهی باریک. جاده‌ای که فقط یه ماشین ازش عبور میکرد و دو طرفش شالیزار بود و جنگل. گفتم اینجا؟ پرسیدم با کمی ترس. بله اینجا، باید پیاده شی. گفت و با دست اشاره کرد به سمت یه کلبه چوبی کوچیک بین درخت‌ها پنهون شده بود. سقفش تاریک و خیس بود و دود کمی از دودکش بلند میشد. دستم رو کیفم بود. قلبم تون میزد ولی چیزی نگفتم. پاترول خاموش شد و سکوت دوباره همه جا رو پر کرد. عمو جواد گفت بیا فرید. صداش آروم بود ولی محکم. وقتی از ماشین پیاده شدم حس کردم هر قدمم روی خاک خیس یه صدای نرم و مرموز میسازه. مه کم کم اطراف کلبه رو گرفت و فقط نور کمی رنگی از پنجره ها دیده میشد. ازش پرسیدم عمو جواد چرا من آوردی اینجا؟ عمو جواد گفت باید یه چیزی رو ببینی، چیزی که خودت نمیتونی تنها کشفش کنی. یه لحظه نگاهم به کلبه افتاد. درش نیمه باز بود و از داخل صدای آهسته آبجوش میومد. یه حس آشنا اما ترسناک بود. انگار یه چیزی که سالهاست مخفی شده و حالا قرار روبرو بشم باهاش. ازش پرسیدم تو کی هستی واقعا؟ بهم گفت فقط کسیم که میتونم راهو بهت نشون بدم. یه لبخند کوتاه زد. اون لحظه حس کردم قدم بعدی میتونه همه چیز رو عوض کنه. مه، بارون، سکوت جنگل، همه جور آزمایش بودن و من باید انتخاب میکردم که وارد کلبه بشم یا نه. هوا سرد و مرطوب بود و قطره‌های بارون روی موهام ریخته بود. نفس عمیقی کشیدم و یه قدم به داخل کلبه گذاشتم. عمو جواد کنار میز چوبی ایستاد و با دقت یه کتری رو روی اجاق میچرخوند. نگاهش هنوز آرام بود و محکم، اما حس میکردم چیزی توی چشمش هست که نمیگه. بشین فرید. صندلی چوبی کنار میز رو کشیدم و نشستم. بهش گفتم خب پس حالا باید چی ببینم؟ صدام لرزید ولی سعی کردم آروم باشم. لبخند کوتاهی زد و بهم گفت اینجا هر چیزی که لازم باشه بفهمی نشونت داده میشه. بعضی چیزا رو آدم نمیتونه کشف کنه. یه لحظه صداش قطع شد و صدای قلقل آب پیچید داخل کلبه. بهم گفت فرید تو همیشه دنبال جوابهایی بودی، مخصوصا اتفاقای بد که برای خانواده‌تون افتاده. نیلوفر، مامان، همه چیز. اما بعضی جوابها رو باید با چشم خودت ببینی. قلبم تون زد. گفتم یعنی چی؟ جواد دستش رو روی کتری گذاشت و بعد با نگاهش به من اشاره کرد که بیا نزدیک. وقتی جلوتر رفتم روی میز یه دفتر قدیمی و عکسای خانوادگی از من و نیلوفر و مامانم بود. گذاشته شده بود. عکس‌ها به طرز نامحسوس با خط و نقاشی‌های عجیب پر شده بودن. انگار کسی اونها رو از قبل دیده و چیزی اضافه کرده بود. بهش گفتم اینا چی ان عمو؟ بهم گفت بعضی چیزا وقتی پنهون میمونن روی روح آدم اثر میذارن و تو باید بفهمی چرا. یه سکوت طولانی شد. جواد ادامه داد الان انتخاب با توئه. میتونی برگردی یا میتونی حقیقت رو ببینی. حقیقتی که شاید آماده‌اش نبودی. ولی یه لحظه فکر کردم تمام مسیر پر از مه. جاده‌ها خیس و سکوت سنگین جنگل همه انگار داشتن منو به سمت این لحظه هل میدادن. نفس عمیقی کشیدم و گفتم باشه، میخوام بفهمم. لبخند زد. نه ترسناک نه مهربون، فقط آروم و مطمئن. عمو جواد گفت خوبه، از اینجا به بعد شروع میکنیم. همون لحظه حس کردم سنگینی سالها سردرگمی و غم خانواده‌ام یه جوری سبک شده بودم. مه و بارون بیرون کلبه هنوز ادامه داشت، اما من دیگه تنها نبودم. یه راهنمای مطمئن داشتم، کسی که میتونست کمکم کنه که گذشته و آینده رو با هم ببینیم. اگر دوست داشتین
ادامه رو من داخل یه پارت دیگه براتون ارسال میکنم. ببین بخش اولی که فرستادی خیلی خیلی کنجکاو بودم بخش دومو ببینم و الان بخش سومو خیلی کنجکاوترم که ببینم. امیدوارم که برام حتما بفرستی. چه اگه داری این ویدیو رو میبینی حتما برام بفرست. امیدوارم که مخاطبم خوششون بیاد. و الان خیلی سوال داخل ذهنمه و فکر کنم خیلی سوال داخل ذهن مخاطبا هم باز باشه و نمیدونم من خودم اگه باشم اصلا نمیرم. یه نفر رو میگه بیا سوار شو، اینا اصلا نمیتونم. خیلی جرأت کردی که سوار ماشین شدی و تا الان پیش رفتی. امیدوارم که الان هر جستی حالت خوب باشه. بریم برای داستان بعدی. سلام، من هیچ وقت اهل پست گذاشتن داخل شبکه‌های اجتماعی نیستم، ولی یه اتفاق چند روز پیش باعث شد دوباره خاطره قدیمی بیاد سراغم. خاطره‌ای که هنوز وقتی بهش فکر میکنم بدنم درد میگیره و خیلی حس ترس میگیرم. برادرم ازم درباره داستان ترسناکی که برای من و یکی از دوستان پیش اومده بود پرسید. اون موقع ما دانشجو بودیم و داخل واتساپ یه چت 3 نفره رو شروع کردیم و درباره ماجرایی که پیش اومده بود صحبت کردیم و بعد از تموم شدن چت اون حس وحشت و سنگین قدیمی دوباره برگشت سراغم. بعدش سعی کردم تو اینترنت چیزی مشابهش پیدا کنم ولی هیچی نبود. برای همین تصمیم گرفتم خودم بنویسمش. شاید کسی تجربه مشابهی داشته باشه. ماجرا مربوط به 12 یا 13 سال پیشه. وقتی سال اول دانشگاه بودم، دانشگاه شهید بهشتی تهران. من و دوستم اسمش رضاست. معمولا با چند تا از رفیقامون آخر هفته ها راه میافتادیم سمت شمال جاده چالوس. برنامه بود بینمون آخر هفته ها میافتادیم سمت شمال جاده چالوس، میرفتیم نمک آبود و بقیه جاهای قهوه خونه میرفتیم، بعد برمیگشتیم تهران. هر بار یه نوار کاست قدیمی یا بعدن یه سی دی تصادفی میذاشتیم تو ماشین، آهنگ گوش میدادیم. اون موقع یو اس بی و اینجور چیزا نبود. خلاصه حال میداد. اما اون شب فرق داشت. اون شب یکی از همکلاسیامون به اسم سعید هم با ما بود. همه چیز مثل همیشه شروع شد. رفتیم شمال، شام خوردیم، یکم گشتیم و حدوداً 2 نصف شب تصمیم گرفتیم برگردیم. مسیر برگشت از جاده چالوس به تهران اون ساعت واقعا ساکت و تاریکه و فقط نور و چراغ ماشین جلو جاده رو میتونیم ببینیم. من رانندگی میکردم، رضا کنارم نشسته بود و سعید هم عقب خوابیده بود. ساعت دقیقاً یادم نیست ولی احتمالاً بین 2 تا 3 صبح بود. هوا کاملا تاریک بود و هیچ ماشینی از روبرو نمی اومد. داشتم با دقت میرفتم چون پیچ‌های جاده خطرناک بودن. یهو وسط یکی از پیچ‌ها یه چیزی دیدم. یه چیز سیاه، اما نه از اون سیاهی معمولی که تاریک شب داره. این یکی انگاری تاریک‌تر از تاریکی بود. یه سایه عظیم و بی حرکت درست کنار خط سفید سمت راست. جاده اول فکر کردم شاید درخته یا لاستیک افتاده وسط جاده، ولی نه، شکلش عجیب بود. همون لحظه یه حسی بهم گفت این چیز عادی نیست. حس کردم بدنم قفل شده، ضربان قلبم بالا رفت و یه ترس عمیقی توی دلم نشست. همچنان داشتم جلو میرفتم. وقتی فاصلمون کمتر شد فهمیدم این چیز از ارتفاع زیادی داره. شاید 2.5 متر، 3 متر. هیچ فرم مشخصی نداشت. بعد از حدود 1 دقیقه تازه تونستم حرف بزنم. با صدای لرزان گفتم رضا این چی بود دیدی؟ یه لحظه رنگش پریده بود و برگشت نگام کرد. چی بود اون؟ شروع کرد سرم داد زدن که چرا وای نستادی؟ چرا رد شدی؟ میگفت باید برگردیم ببینیم چی بود. من گفتم دیگه بر نمیگردم اونجا. هر چی که بود واقعا ترسناک بود. اما اون و سعید کلی سرم داد زدن که حتما باید برگردی. آخر سر تسلیم شدم و کنار جاده زدم کنار و گفتم اگه قرار برگردیم رضا باید رانندگی کنه چون من دیگه نمیتونم پشت فرمون بشینم. برگشتیم، جاده خالی بود. هیچ اثری از اون چیز نبود. سایه، نه لکه، نه هیچ چیزی روی زمین. اون شب تا صبح هیچ کدوممون نخوابیدیم. من چند روز طول کشید تا بتونم دوباره تنها توی جاده رانندگی کنم و هنوز بعد از این همه سال هر وقت شب توی جاده چالوس میرم و یه پیچ تاریک میبینم اون حس برمیگرده. همون حس سنگین، شر و ناشناخته. من نمیدونم چی بود اما مطمئنم یه چیز معمولی نبود. این واقعا داستان ترسناک بود و اصلا خیلی حس عجیبی گرفتم. بچه اگه شما هم چنین اتفاقی براتون افتاده حتما بنویسین داخل کامنت ها. و اینکه بریم برای داستان بعدی. علی هم 23 سالمه ولی این ماجرا برمیگرده به وقتی که حدوداً 11 سالم بود. اون موقع با پدر مادرم توی خونه حیاتدار قدیمی توی یکی از محله‌های کرج زندگی می‌کردیم. یه خونه معمولی، نه قدیمی تر از بقیه نه خاص‌تر، ولی از همون خونه‌هایی که شبا وقتی چراغش خاموش میشه همه جور یه جور عجیب ساکت میشه. یه روز عصر تابستونی بود
پدر و مادرم رفته بودن خرید و من طبق معمول تنها مونده بودم خونه. تصمیم گرفتم برم یه دوش بگیرم. همه چی عادی بود تا اینکه یه لحظه وسط دوش گرفتن آب یه قالب صابون از هوا پرت شد. نه از جای افتاد، نه از لبه وان لغزید. انگاری که از پشت پرده انداختش. خورد به دیوار. خشکم زده بود. یه لحظه فقط همونجا وایسادم، در و دیوار رو نگاه کردم و بعد داد زدم. از همون پریدم بیرون. پریدم روی تخت و پتو رو کشیدم روی سرم. چند ثانیه نگذشته بود که صدای غل خوردن آبجوش از روی اجاق گاز اومد. واقعا ترسیده بودم. اول فکر کردم دارم اشتباه میشنوم، ولی نه. چند ثانیه بعد صدای عجیبی اومد و من حال رفتم. وقتی بیدار شدم پشت سر هم تماس میگرفتم با پدر و مادرم. هیچ کسی در دسترس نبود. نمیدونم چه مشکلی پیش اومده بود. چراغا رو روشن گذاشتم. خوابیده بودم روی تختم زیر پتو. به خودم میلرزیدم. اون شب تا پدر مادرم برگردن چراغا رو روشن گذاشته بودم. حتی نفس کشیدن هم برام سخت شده بود. چند روز بعد کم کم خودم رو قانع کرده بودم حتما تصادفی بوده. بعد از اینکه پدر مادرم اومدن قضیه رو براشون تعریف کردم و بعد بهم گفتن الکی نگو، به خاطر فیلم‌های ترسناکی که می‌بینی حتما توهم زدی. تو حیاط نشسته بودم، آیپدم رو گذاشته بودم جلوی زمین و داشتم عکس می‌گرفتم. یه لحظه رفتم کنار تا زاویه رو درست کنم که ناگهان دیدم فلش خودش زد بدون اینکه دست بزنم. آیپدم عکس گرفته بود. صفحه عکس سفید شد، پر از لکه‌های خاکستری مثل مه و دود. ترسیدم، دلم نمیخواست دقیق‌تر نگاه کنم، فقط سریع پاکشون کردم. یه لحظه رفتم کنار تا زاویه رو درست کنم، اما ناگهان دیدم خودش فلک زد بدون اینکه دست بزنم. با آیپدم عکس گرفته بود. صفحه عکس سفید شده بود، پر از لکه‌های خاکستری مثل مه یا دود. ترسیدم و سریع اونا رو پاک کردم. نمیخواستم دقیق‌تر نگاهشون کنم. حس عجیبی هنوز همراه بود. یکی دو هفته بعد شب تنها بودم. خونه نشسته بودم روی صندلی راحتی کنار سالن. اون قضیه ها رو فراموش کرده بودم. از اون زاویه میتونستم در اتاق مامان با بابامون ببینم. یه لحظه صدا تق اومد و در باز شد. با خودم گفتم حتما پدر و مادرم برگشتن، ولی نگاه کردم در خونه باز نشده بود. یه لحظه نگاه در اتاق پدر و مادرم کردم و دیدم اون در باز شده. حس ترس وحشتناکی گرفته بودم و از خونه دویدم بیرون و داخل حیاط بودم. و بالاخره یه روز دیگه نمیتونستم طاقت بیارم و زدم زیر گریه. پدر و مادرم اومدن پیشم و گفتن به خاطر اینی که همیشه فیلم ترسناک نگاه میکنی و یه داستانای ترسناک میخونی توهمی شدی. ولی من گفتم نه، با خدا یه چیزایی حس میکنم، تو رو خدا از این خونه بریم. پدر و مادرم وقتی فهمیدن خیلی حال من بده خونه دیگه ای انتخاب کردن از داخل دیوار. این خونه رو فروختیم و به یه خونه بهتر رفتیم. اون خونه واقعا حس خوبی به هم میداد، ولی هنوز حس و حاله قبلا رو یادمه و هیچ وقت اونها رو فراموش نمیکنم. فکرشو کن، خیلی خیلی ترسناکه. شاید کسی باور نکنه، ولی واقعا حس میکردم یه نفر داخل اون خونه است که داره به من میگه از اینجا برم. علی خیلی خاطره‌ای که برای من فرستادی ترسناک بود و حس خیلی عجیبی گرفتم، ولی واقعا هم ولی تاثیر داره. من خودم هم که داستانی ترسناک رو تعریف میکنم بعضی وقتا اینجوری میشم، یعنی شبا رو نمیتونم درست بخوابم. حالا شاید براتون خنده‌دار باشه ولی واقعا چنین حسی هست. خب بچه‌ها این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر شما هم داستان یا خاطره ترسناکی دارین خودتون یا آشنایانتون برای من حتما ارسال کنین. راه ارتباطیمون تلگرام، اینستاگرام یا چتای همین چنل یوتیوبمون برام بذارین. من حتما جمعشون میکنم، آرشیوشون میکنم و داخل ویدیوهای بعدی حتما ازشون استفاده میکنیم. خب بچه‌ها مثل همیشه شاد و پیروز باشین. خدافظ.